خداحافظ خداحافظ جیگرهای من. خب اینجا پشت صحنه باشه یه خورده. اینا میتونی آنچه به سر ما بای بای. سلام بچه‌ها به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. عاشقتونم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی متفاوت. ما کجاییم خودم هم نمیدونم. قراره که امروز به فنا بریم. حالا چرا شما قبل از اینکه بفهمیم چرا قراره من به فنا برم یا ما به فنا بریم من و کی، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بریم که داشته باشید. Okay, let's go. اومدیم با مامانم و داداشم یه بازی خفن انجام بده. قبل از هر شما یه سلامی چیزی. سلام، امیدوارم عالی باشیم. توشی؟ سلام. این قیمات خوردی میشه مانده بود یه ذره اینجا تمیزه کرد. این انقدر یه ذره چون خیلی قیمات مامان خوشمزه بود با سر رفته بودی. خب سلام به بچه‌های یوتیوب تنها. خب منم باید به اینجا یه سلام بدم. سیاوش قمیشی هستم پشت دوربین. ما اینجا پشت صحنه عشق ابدیمو داریم و بازی که شاهین سوال میپرسه از مامانم و مامانم جواب سوال هر کسی بود و روش آب بریزه، یه پارچ آب. خلاصه که هوا هم سرده، تو خونه هم که نمیتونستیم این بازی انجام بدیم، گفتم که بیایم بیرون انجام بدیم. سرما میخوریم بعد از این ویدیو. ببین ما به خاطر شما داریم چه کارا که نمیکنیم. بریم. اشکا آماده ای؟ اصلا خیلی خوب. کارا امروز دیگه یادته. سرده. بهت میگم. خب آقا ما شروع میکنیم. نصفه نداریم ها. اولین سوالو من از شما میپرسم. راستشو بگین ها، دروغ جواب ندید. خب من همیشه راستشو میگم. کی تنبل تره؟ الان تو فقط بریم. هر کسی که تنبل تره شما آبو خالی میکنید تو سرش با اون لیوانی هم که دستتون هست یکی هم میزنید پس سرش. نه خشونت نه، مهربون باشیم. تنبلتر حالا با عرض پوزش. به خدا که تنبلتر تنازه. نه خیرم مامان. باور کنید که خب رفتیم ملاقه بعدی. کی بیشتر میخوابه؟ اینم من جوابشو بلدم ها. ای وای بر من. کی بیشتر میخوابه؟ بازم با عرض پوزش. نه دیگه این بیشتر میخوابه. من حاضرم به 14 منصوب و 50 تا امامی که داریم قسم بخورم تناز میخوابه بیشتر. نه بابا این خیلی میخوابه. اوکی باشه، اینو بی زحمت پرش میکنید تا خرخره. جوابو میدونی. تا خرخره. کی خوشگل تره؟ اولالا. آره نه سرشو آورد جلو. قبول نیست دوباره. نه قبول نیست. قبول. میرم هشی. خیسه من دیدم نصفش رفت بیرون. راست میگه بش. نشسته رو آف. اعتراض وارد نیست اشکا. خیلی میریم سوال بعدی. والا این یکیو فکر نکنم، ولی کی عاقل تره؟ جفتشون واقعا عاقلن. ماما مطمئن. آره جفتشون عاقلن. از جایی که بیشتر نسبت به آوارا رو من ریخت فکر کنم عاقل ترم. نسبت به سنشون جفتشون عاقل ترن. خب حالا یک سوال الان عقلت دیگه. نشون بده و سکوت کن. خب من نگاه یواش یواش که میریم جلوتر. خب بذار من اینجا دارم با قندی خودم صحبت کنم. بچه‌ها من یواش یواش که میرم جلوتر یه ذره هرس دارم سر اشکام میخوام خالی کنم، بعد یه ذره هرس هم سر تناز. خب خلاصه آقا یه ذره که میریم جلوتر سالا باریکتر و باریکتر میشه. سوالم باریک میشه. بله. نه عزیزم کوچه هم باریک میشه. خب
شما بگید که کدوم یکی از این دو نفر استرسی تره. من خیلی برات متاسفم که مامان سرما میخوری. فقط میدونی این آبایی که دارید میاد یه دور سولی جیش کرده، یه دورم گودو رفته تو اون آمده بیرون. نه گودو طوری نیست، سولی نه. سولی باش. گودو نوه. خب اینجا تماشا چیه وایساده نگاه تناز تو دورش خیلی بگردم. خشکی ها، من حس میکنم تو خیلی خوب. کی رقصش بهتره؟ نامده ماش بلنده. اشکان شب خب بریز تهش هم بریز. مامان ریختم حالا یه قطره. عجب. اشکان داره میلرزه. اون یه ذره بیشتر پر کنیم، آب زیاد داریم ها. شیلنگ الان وصل میکنم میارم، آب زیاد داریم. خدا سرده. آره اشکال نداره. چیه بابا؟ تو بگو، گودو بگو. من دارم از ها؟ گودو تو چیکار؟ باشه گودو یه سوالی پرسید، گفت که کدوم یکی رو بیشتر دوست دارید؟ پر کنیم. دوباره ریختم چون خیلی بود. خب دو بار روی تناز ریخته شد، پس یه بار روی اشکان. نه دیگه عیانه چه حاجت. آره ما نه، دیدیم. جفتتون. بعد دقت کردین تناز خیس میشه، خوشگل تر میشه. کثافت. درست بگم. حالا شما جواب بدید و این دو نفر که خیس میشن کدوم یکی خوشگل تر میشن؟ بیشتر همشو بریزی. من زشت عالم. گودو تو بگو یه سوال بپرس. یه سوال بپرس. باش. اوه گودو چه چیزی بیشتر گفت. میلرزه. یه بار دیگه بگو یادم رفت. اوه یا قربونت برم مامان. گودو میگه که کی بیشتر رو مختره. اینو میتونید یه دونه پشت دستی هم بزنید همراه با آب. تو مخی واقعا جفتشون تو مخی. من- گاهن. ولی من فکر میکنم گودو کدوم یکیه؟ اوه گودو میگه تناز گفت. نه جفتشون تو مخن. پاش بیفته جفت. اینو تا آخر اون لیوانه رو پر کنید بی زحمت. هر دفعه اینو گفتی من به چخ رفتم. چی؟ من نمیدونم، میپرسم، هنوز نپرسیدم. توی دوربینم مشخصه همه چیزا. آخه تا به چرا گفتم این لیوانه رو پر کنی؟ چون نمیدونم چیه، چون کسی که بدمسته رو باید قشنگ بیدار کرد. کدوم بدمستره؟ شاهد داری میشه. من یواش یواش سوال میکنم که اینا یه ذره لرزشون میگیره. خب دارن سرما میخورن. سرده؟ خب دیگه اشکال نداره. کی همش به فکر آینده است؟ نه واقعا جفتشونن. جفتشون؟ واقعا این نگران آینده است، اون تلاش میکنه برای ولی من آینده. دیدم بیشتر آب رو ریختین روی اشکان. فکر کنم اشکان بیشتر نگرانه. نه آخه موهاش کوتاست. اش- کمم هست. کم خیس میشه. این خیلی جسارتا خیس میشه. من یه ذره جناب ادیتور اینجا رو زوم کن. اشکان جیش کرده. چی کار کرده اینقدر آب جمع شده این پایین؟ موهام جمع میشه خب. من میریزه پایین. بعد میریم ادامه داستان. چه شکر. در خونواده دوست تره. بابا یه سوالایی میپرسی که جواب مشترکه ولی واقعا پس آخه جواب مشترک بود باید رو تنازم ریخته شه. اینم آه. خیلی بیشتر. نه جدی. اشکان یه جوره دیگه، تناز یه جوره دیگه. جفتشون واقعا خانواده دوستن. چی ولی تو نکن. با اینا بیشتر میگردی من. با مامان بابا تو. چی کرده بخورم؟ مامان ازم. خب دیگه آماده یه گودو. سوال دیگه هستید؟ یه تفاوت ایجاد عدد 17 یا 37 یا 45 یک کدوم از اینا رو انتخاب کنید.
45. 45. از طناز 45 رو شروع میکنیم. 45 رو هر کدومشون موند باید یه آب بریزید روشون. طناز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 یه واقعا لیوانو شاهین. واقعا قندیا دارن اینجا نگاه میکنن. متاسفم مامان، همه شانسا رو توه. برای من که میریزه خب موهاش کمتره فلانه طوریش نمیشه این متاسفم ماما تو کیکی و واقعی. اشکا حسودی نکن اشکا. از اول تا الان همین بوده حسود پلاستیکی. کدوم یکیشون آشپزی بهتری دارن؟ 100% من. جدی؟ میخوای بریزم؟ اشکان ناراحته. اشکان جون یه لازانیا برای ما درست باشه این کارش آشپزیت خوب. این طنازم مثل که مشکل فنی پیدا کرد. چه خیس کرد خودش. میخوای آب داغ بیارم؟ گرمه. اوخ 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 اشکانو از دست دادیم یا اوه مال اون خیلی. اشکان سردته؟ کی قهوه بیشتر دوست داره؟ هم گفتیدم سردته فعل بداه پرسیدم ازش یه سوال اصلا تموم بشه من سریع دیدم میگه سردته گفتم بپرسم کدوم یکیشون تا حالا لنز استفاده کرده؟ میگه خدا شکرت ماما تحریک اصلا یه ذره آب بود ریختم مامان ببین. باشه بابا نداره. باشه ترناز نخزه ای گوده پیدا سوخته خب بریم سوال بعدی برو زود تموم شد. کدوم یکیشون حیوان خونگی دوست داره؟ جفتشون. ببخشید. بیشترشی برای من گذاشتی من فکر میکنم اینا خیلی دیگه چی کردید دارید مراعاتشون میکنه آب کمتر میریزید سرد شاهین. خیلی خوب اگه بریم. اینقدر که به این توجه شد خب همین چند دقیقه به من شده بود من الان تو حالی بودم چرا؟ سردته اینجوری میلرزه چون در حالت طبیعی نیست. خب حالا یه چیزی دیگه بپرسم تا حالا طناز بیشتر لباسای اشکانو پوشیده یا اشکان لباسای طنازو؟ معلومه که من. خب شاید هم یه لباسی داشته باشی اشکان بپوشه دیگه اینو گفتم حالشه ببرید. خب سوال آخر حالا چشماتون رو ببندید مامان بیاد این طرف سوال از شما بپرسه شما چشماتون رو ببندید سوال آخر شما بیان اینجا بی زحمت پیش من میخوای قابلمه رو خالی کنی رو سرمون من نه اگه به خودم خدا. نشناسم، چشا اگه بسته من همون میزنم. هر کی چششو باز کنه خدا شاهد شاهین نیستم اگه یه پشت دستی نزنم رگ دستم حالا میزنم. شما تو یه دقیقاً سوالی همین کارو بپرسید می‌خوای ببینید بکنی. کدومم تو میخوای دقیقا همین کارو کنی شاهین تو میخوای قابلمه رو برده خالی کنی رو سر من میدونم یه چیزی بپرسم رو سر جفتشون بریزی. من که خب من از تو آشپزخونه اومدم و یه چیزی برداشتم از اونجا حالا شما بپرسید تا ببینیم کدوم یکیه یه چیزی که ناحقی نشه جفتتون. ماما ناحقی اینه که الان به روز من آوردی کدومتون بیشتر منو دوست دارین؟ هورا. دروغ بیشو دیدی اشکان خوش به حالت شد؟ نه خوش بیشو خب پس که خیلی کم دوست داشتید جورابای منم خیس کردید با این بازی مسخرتون باشه باشه خب من میگم اشکانو مثل نقی معمولی شده
آقا ما خدا وکیلی دیگه بسته دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودیم. منو تا یه هفته سرماخورده دارید. مرسی از داداشم، یه درصدشو میدم به قول میدم. مرسی از مامانم، دمتون گرم.